چرا خیلی از آدما با اینکه سواد زیادی ندارن بازم موفق میشن؟ بذار برات یه داستان تعریف کنم که شاید جواب این سوالو بده. در یه قطار یه استاد دانشگاه و یه کشاورز به اسم جان روبروی هم نشسته بودن. استاد گفت من یه سوال ازت میپرسم. اگه نتونستی جواب بدی $5 بهم میدی. بعد تو یه سوال از من بپرس. اگه نتونستم جواب بدم $500 بهت میدم. جان بدون تردید قبول کرد. استاد پرسید فاصله ماه تا زمین چقدره؟ جان یکم فکر کرد ولی جوابی به ذهنش نرسید. واسه همین $5 به استاد داد. بعد نوبت جان شد. پرسید چه حیوانی وقتی میره بالای کوه 3 تا پا داره ولی وقتی میاد پایین 4 تا؟ استاد هر چی فکر کرد نتونست جوابی پیدا کنه. پس مجبور شد $500 به جان بده. جان پولو گرفت و چشماشو بست که یه چرت بزنه. استاد که هنوز کنجکاو بود پرسید خب اون حیوان که با 3 پا میره بالا و با 4 تا میاد پایین چیه؟ جان $5 بهش داد و دوباره خوابید. استاد خشکش زده بود. فرقش تو این بود که هر کدوم چطور به مسئله نگاه کردن. چند سال بعد کار جان حسابی گرفته بود. رفت شهر و یه کارگاه کوچیک توی یه خیابون شلوغ باز کرد که پر از مغازه‌های قدیمی مد و لباس بود. درست روبروی مغازه‌اش کفاشی مایک قرار داشت که بیشتر از 20 سال پاتوق مردم محل بود. مایک متخصص تعمیر کفش، واکس زدن و گشاد کردن پاشنه‌های تنگ بود. یه روز جان یه تابلو گذاشت جلوی مغازه‌اش. تعمیر پاشنه کفش $10، تحویل فوری. مایک یهو دید این قیمت خیلی پایین‌تر از نرخ خودشه. فرداش یه تابلو گذاشت. تعمیر پاشنه کفش $8، کیفیت تضمینی. کم کم مردم بیشتری با کفشای خراب سر و کله‌شون پیدا شد، ولی جان ولکن نبود. تابلوشو عوض کرد. تعمیر پاشنه $6، سری و درجه 1. حالا مایک حسابی شاکی شده بود. سالها بود همچین رقیبی ندیده بود. باز قیمتشو آورد پایین. تعمیر پاشنه $5، ارزون‌ترین قیمت بازار. دیگه مردم هجوم آورده بودن واسه تعمیر کفش. جان دوباره تابلوشو عوض کرد. تعمیر پاشنه $4، فقط برای مدت محدود. مایک که دیگه حسابی کفری شده بود رفت تو مغازه جان و گفت این دیگه مسخره است. با این قیمتا هر دومون ورشکست میشیم. داری کاسبی هر دومونو خراب میکنی. جان آروم گفت هر دومون نه، فقط تو. مایک اخم کرد. یعنی چی؟ جان گفت من اصلا ابزار تعمیر پاشنه ندارم. من کفش چرمی دستساز میفروشم. این تابلو فقط برای اینه که مردم بیان داخل. وقتی میان و میخوان پاشنه تعمیر کنن میگم فعلا تعمیر قبول نمیکنم و میفرستمشون پیش تو. ولی تا وقتی اینجان کفشای چرمی سفارشیمو بهشون نشون میدم. مایک همونجا ماتش برد. بدون اینکه بفهمه وارد بازی جان شده بود. ماجرا همینه. موفقیت همیشه به این نیست که بیشتر بدونی، به اینه که بهتر ببینی. مدرک خالی به درد نمیخوره. مهم اینه که آدما رو بفهمی، انگیزه هاشون رو بشناسی و قانونی بسازی که بقیه مجبور بشن طبق اون بازی کنن.